سلام دوستان، امروز میریم برای درست کردن ماکارونی با ماست و خورشت گوشت که خیلی یک غذای خوشمزه‌ای هست و بچه‌ها خیلی این غذا رو دوست دارن. از خوشمزه ترین غذاهایی است که به نظر من میشه درست کرد. خب برای درست کردن این ماکارونی دوستان مواد لازم رو من بهتون نشون دادم و حالا میایم و توی قابلمه پیاز خورد شده‌مون رو میریزیم و یکم روغن روش میریزیم و تفت میدیم پیازمون رو. خب پیازمون که به این حد رسید گوشت چرخ کرده هم بهش اضافه میکنیم. میذاریم که یکم تفت بخوره گوشت و پیاز. خب به این مرحله که رسید من ادویه ها رو بهش اضافه میکنم. ادویه ها هم شامل پودر سیر، پودر پاپریکا، زردچوبه و پودر کاری هست و مقداری هم نمک. شما اگر دوست داشتید میتونید فلفل سیاه هم بهش اضافه کنید. من یک مقداری فلفل سیاه هم بهش اضافه میکنم. خب حالا میذاریمش تا درشو میبندیم تا یک مقداری تفت بخوره گوشتامون. خب در این مرحله دوستان من ربش رو اضافه میکنم. این رب هایی که ما اینجا استفاده میکنیم دوستان حالت تیوبی دارن. البته من غیر از این رب که این یک مقدار سفت‌تر هست در کنارش همیشه از این ربای این شکلی هم کم مایع تر هست استفاده میکنم. دوتایشو با هم میکس استفاده میکنم تا به خورشتم رنگ و روی بهتری. حالا این ربام که یکم تفت خورد یک کوچولو آب بهش اضافه میکنم و میذارم تا یک مقداری به اصطلاح جا بیفته و خوب بپزه. درش رو هم باید ببندم. خب این سسمون که حاضر شد دوستان این برای سس روی ماکارونیمون هست. بعد میریم و ماکارونیمون باید ماکارونی شکل دار باشه. ماکارونی رو هم باید بذاریم بپزن و بعد با ماست و مخلفات دیگه که بهتون نشون دادم تزیینش میکنیم. خب پس اینو میذاریم تا یک مقدار تفت بخوره ربش. دوستان من یک مقدار کوچولو بهش آب هم اضافه کردم. حالا درشو میبندم تا خورشتمون یک مقدار گوشتش بپزه و جا بیفته. خب دوستان این از سسمون که کاملا جا افتاده. خب برای درست کردن سس ماست این غذا ماست رو می‌ریزیم داخل یک کاسه و اون 2 حب سیر رو هم که داشتیم بهش اضافه می‌کنیم. البته اضافه کردن سیر دوستان کاملا این دست خودتون هست که چه مقدار اضافه کنید، کمتر یا بیشتر، ولی خب اون نکته طلایی این غذا همین سیری هست که تو این ماستاش میزنیم. خب این از سس ماستمون دوستان. یک مقدار نمک هم بهش اضافه میکنیم و میریم برای درست کردن ماکارونی. خب دوستان ماکارونی رو هم میریزیم داخل قابلمه و آب پز میکنیم به مدت 7-8 دقیقه و بعد آبکشش میکنیم.
خب دوستان ماکارونیمون حاضر شد. حالا کشیم توی ظرف و روشم از این سسای ماست که درست کرده بودیم می‌ریزیم. پودر نعنا داریم. حالا از اون خورشتایی که درست کرده بودیم روش می‌ریزیم. فرمایید نوش جان.